عرض ادب و احترام. من زهرا آزادی هستم، با مجموعه آموزشی توسعه فردی در خدمتتون هستم. امروز در واقع مبحثی رو که میخوام عنوان کنم مبحث کم دستاوردی یا کم حاصلی، کمتر از حد بودن هستش. اینکه من فرایینی که کجا هستم، تو چه موقعیتی هستم، چه تحصیلاتی دارم، از چه خانواده‌ای هستم، تو کجا زندگی میکنم، در واقع شرایطی همیشه برای من پیش میاد که من خودم رو ناکافی میدونم، احساس ناکارآمدی میکنم، احساس میکنم که به هدفم نرسیدم. آخر سال میشه، اول سال میشه و من میبینم که اون تارگتی که من برای خودم در واقع در نظر گرفتم اون نشده یا کمتر از اون شده، پایینتر از اون اتفاق افتاده. من نمیتونم این موضوع رو در واقع بررسی کنم یا نمیتونم پیگیریش کنم که دقیقاً اشکال کار من چیه. آخه من صد خودم رو گذاشته بودم. در واقع وقتی که میرم با کسی صحبت میکنم به من میگن که برو کتابای موفقیت بخون، سمینارهای موفقیت ببین، سوشال همیشه به من میگه برو جلو، برو بجنگ، برای اهدافت بجنگ، تاباوریتو زیاد کن، موقعیت و شرایط به هر حال خوب میشه، خداوند درست میکنه. و من اصلا آدم بدی نیستم. من نمیدونم چرا یک کسی بیشتر از من در واقع وقت نمیذاره و بیشتر از من امتیاز میگیره. یک کسی بیشتر از من وقت و انرژی نمیذاره ولی بیشتر از من در واقع بذر موفقیت رو میشینه. این موضوعاتی هستش که همیشه ذهن منو درگیر میکنه. من کجای کارم اشکال داره؟ چرا من باید در واقع همیشه موفقیتم و دیده شدنم رو، استعدادهام و پتانسیل های موجودم رو در نظر نگیرم و همش رو موکول کنم به بد؟ و همیشه این تو ذهن من باشه که آقا فلانی کمتر از منه ولی چرا من نمیتونم؟ چرا اون تونست؟ مباحثی که در این مورد میخوام عنوان کنم در واقع راهکارهایی هستش که ما میتونیم که خودمون رو به اون موفقیت نزدیک کنیم، خودمون رو میتونیم در مسیر ببینیم نه در مقصد، و احساس کارآمدی برای ما در طول زمان با لذت به قدم برداشتن لذت به قدم برداشتن برای ما هر لحظه تکرار بشه. من امیدوارم که شما هم با کامنت های قشنگتون و در واقع سوالات قشنگتون با من ارتباط بگیریم و در مسیر رشد و توسعه من هم به من کمک کنید. سپاسگزارم از وجود شما، در خدمتتون هستم.